علی ابن موسی الرضا المرتضی اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرا تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبيين سلام على روضة حل فيها إمام يضاحي بالملك والدين امام بحق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین شه کاخ عرفان گل شاخ احسان درج امکان مه برج تمکین علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب چون که بودش آیین. چه خبر الان کنار حرم علی ابن موسی الرضا؟ پخش مستقیم و دیدید از شبکه ها. همین الانم در مجمع نشان دادن برنامه زندش رو. حضرت حجت الانسان و المسلمین حاج آقای عالمی فرمودن مثل وقایع رفتن زوار دوستداران اهل بیت به کربلا، مردم ایران از نقاط مختلف از اطراف خراسان که امروز درجه سرما زیر صفر بوده، جمعیتی مملو از عاشقان اهل بیت حرکت کردن تا خودشونو برسونن به کنار حرم علی ابن موسی الرضا. آقای از فضل و شرف بینی او را جهانی،
اگر نبودت تیر چشمه جهان بین پی اتروبم هوران جنت غبار درش را بگی سوی مشکین. اگه آماده استید اسم مارم جزو مدان اهل بیت ثبت و ضبط کنن، چندین بار نام آقا رو به زبان بیاریم آقا عنایت میفرمایم. آقا تویی درد مرا درمان، تویی راه مرا پایان، رضا ای خسرو خوبان، رضا جانم رضا جانم، رضا ای جان جان، رضا جانم رضا جانم. آفرین بر شما. رضا جانم رضا ای جان جانانم. آقا منم مست ولای تو، گدایم من گدای تو، نهادم سر به پای تو. رضا جانم رضا جانم، رضا ای جان جانا، رضا جانم رضا جانم. حال داشته باش بلند، رضا ای جان جانانم، ای جان جانانم. فکر کن کنار حرمش نشستی، این لبها لیاقت میخواد به نام امام رضا باز بشه. قبولم کن تو ای مولا، قبولم کن تو ای مولا، به جان مادرت زهرا روا کن حاجت ما را. رضا جانم رضا جانم، رضا ای جان جان، التماس دعا، رضا جانم رضا ای جان جانانم. زبان قال شما آقا چو من از پای افتادم، نما از لطف و امدادم، برس مولا به فریادم، برس مولا به فریادم. رضا جانم رضا جانم، رضا ای جان جان، رضا جانم رضا جانم. خدا خیرتون بده. آقا جانم پیغمبر اکرم فرمود دو ریحان من دارم، یکی فاطمه زهرا و یکی علی ابن موسی رضا، یکی در مدینه دفن و یکی در مشهد مقدس. علی ابن موسی رضا وقت تشییع جنازت آقا مردم غیور و علی دوست جنازه شما رو روز برداشتن، آقا بدن شما رو روز غسل دادن، روز کفن کردن، پشت تابوت شما مردم به سر و صورت می زدن، اما ریحانه پیغمبر فاطمه زهرا
رو. علی ابن ابی طالب همون جوری که بیبی فرموده بودن علی بدن منو شبانه قوس بده شبانه بردار. یا علی ابن موسی رضا هزارها هزار جمعیت در مشهد مقدس خراسان و ایران همه قوقا بود، اما نوشته‌ام 12-13 نفر بیشتر در جنازه حضرت زهرا نبودم. زینب 4-5 ساله میگفت سلمان خوش آمدی، مقداد خوش آمدی. علی ابن ابی طالب این بدن رو آورد. حاج آقای عالمی یه روزی سر این بربر یه سخنی گفتن، خدا شاهد مردم شیعه باید گریه کنه به حزن علی. اگر درست باشه قبر حضرت زهرا در خانه اش باشه، علی باید همیشه با بچه هاش کنار قبر یکی دونه پیغمبر باشه. آقا امیر المؤمنین آوردین بدن و تو خاک گذاشت، دفنش کرد، صورت به صورت قبر زهرا گذاشت. 2 کلام فرمود. یکی فرمود دیگه زهرا جان دیگه من حمایت کننده ای ندارم، دیگه علی تنها شد. نوشتن ایستاد مقابل قبر پیغمبر که چند قدمی بیشتر نبود، گفت یا رسول الله همه جا به صبر دعوتم کردی ولی دیگه اینجا صبر علی تمام شد که با دستای خودش دختر پیغمبر رو تو خاک گذاشت. میگم یا امیر المؤمنین اینجا یه بدنی دفن کردی، پهلوش خسته بود، مجروح و صورتش کبود بود، فرمودی دیگه صبر علی تمام شد. بچه صبری دای زین العابدین این بدن قطعه بی سر و داخل قبر گذاشت. دیدن این آقا کیه داخل قبر شد، صورت و لبهاشو گذاشت به رگهای بریده، آمد بیرون، خاک ریختن، آب ریختن، انگشتاشو فرو کرد به خاک. گفت ایها الناس هذا قبر الحسین عطشان به کربلا و عن علی ابن حسین. اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم صد شاکت نکردن. نبی را جان شیرین جز حسن نیست، ولی آرامش جانش حسین است. امشب زمین و آسمان چون بید و لرزان است، چون بید و لرزان است. امشب زمین و آسمان چون بید و لرزان است، چون بید و لرزان است. ذرات عالم زین عزا یک یک در افغان است، یک یک در افغان است. صد آه و ویلا، صد آه و ویلا، صد آه و
امشب زمین و آسمان چون بید و لرزانه، ذرات عالم زین ادا یک یک در افغانه. امشب سجا دارد ازا دختر نبی زهرا، امشب سجا دارد ازا دختر نبی زهرا. صد آه و ویلا، صد آه و ویلا، یک یا حزین از رحلت ختم رسولان است. آه و ویلا، صد آه و ویلا، صد آه و ویلا، صد آه و یک جاز قتل مجتبی چون نی کند افغان، با دیده گریان، با دیده گریان، با دیده گریان. یک جا عزادار رضا شاه خراسان است، شاه خراسان است. امشب بود روح الامین در شیون و قوقا، امشب بود روح الامین در شیون و قوقا. چون شام عاشورا، چون شام عاشورا، از مرگ ختم الانبیا سر در گریبان است، سر در گریبان است. صد آه و ویلا، صد آه و ای والله، صد آه و ویلا. امشب به بالین حسن زینب بود گریان، امشب به بالین حسن زینب بود گریان. با سینه سوزان، با سینه سوزان، از ناله زینب علی در خلد و نالان است، از ناله زینب علی در خلد و نالان است، در خلد و نالان است. صد آه و ویلا، صد آه و ویلا، صد آه و ویلا. من هم به نوبه خود از حضرت حجت الاسلام مسلمین تشکر میکنم که این فرصت رو به این حقیر دادن. انشالله روابط برقرار میشه و مداحان عزیزمون از کشورهای دیگه میان و ما میشینیم از نوای زیبای اونها فیض میبریم. منم تشکر میکنم، این فرصت غنیمت بدارم تشکر کنم از حاج آقای عالمی که این فرصت ما دادن تا در حضور عزیزانی که شاید حدود 35 سال ما این لباس نوکری عبی عبدالله رو تنگ کردیم، از این مجلس به اون مجلس به قول معروف میگه شدم از خردسالی بی اراده، ارادتمند بر این خانواده. جوانیم مبدل شد به پیری، به جان مادرت کن دستگیری. خداوند انشاءالله این قلیل عبادتهای ما رو ذخیره آخرت و عمر ما قرار بده، دست ما را از در خانه علی اولاد علی کوتاه مگرداند، مزد ما را حضرت زهرا روز محشر عنایت بفرماید. انشاءالله تا منبر بهره‌مند میشه از سخنان خطیب عالیقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین. تا تشریف فرمایشان محبت کرده 3 صلوات جلی خواندید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم صل علی محمد. عزیزان، امشب شب آخر این مجلس آقای جلالی پس از پایان مجمع شروع میشه. 2 شب دیگه، امشب و فردا شب، حسینی آقای جلالی در میفر برنامه است. عزیزانی که مایل هستن از اینجا میتونن به اونجا تشریف برن، هر جا به نام